سلام کن. سلام. سلام دوستم سوم. مرض بی تربیت. بچه کجایی عزیزم؟ جنت آباد. نه منو به سن خودت نزدیک نکن. من 38 سالمه. قرشکی اینقدر شیک. من قرشکی ها چشونه؟ نه میگم شیکی. تو خیلی تو قرشکی شیکی. فقط ادبیاتت مثل اوناست. ولی ظاهرا خوبی. الان جدیدن همه ماشاءالله خود نفرانی نمیخواد. سینن کورشون میسوزه من دارم برنامه زنده به تو میدم. انشالله تو تلویزیون بدی. نه دیگه اونو تو بده. اونو جای من تو بده. تو تلویزیون بده. میخوام عروس بشم من. کی تو رو قشنگت کرده؟ مثلا ملنگت کرده خودم. خود دیدم. دفعه اول دارم لایف میرم. نه این اینستاگرامه. میدونی الان خوب موقعی میدونی دو به بعد بسا رایگانه شانست زد الان شروع شد. نه الان قبل 2 میومدی 10 نفرم نگاه نمی‌کردن. 165 نفر بیننده داری بالا رو؟ ببین مردم با فوش حال میکنن. من پایین رو دارم. کس که شده این بالا. من پایین رو دارم. تو بالا رو داشته باشم پایین رو دارم. نه تو لازم نگه. مال این حرفا نیستی که پایین داشته باشی. پایین پایین خود این لختی که تو کردی اومدی جلوی دوربین. حواست به خودت باشه. این فالوورای بی‌تربیتی که تو داری داستان واسه درست میکنن. نه با گرم. نگفتی چند سالته؟ چند میخوره؟ خوردنی نیستش که گفتم که 31. ملت باید کسوشه بشنون که بیان بالا. ما داریم تو همچین مملکتی زندگی میکنیم که وقتی میری ترکیه مردای ایرانی رو راحت مشخص میکنن. تابلو هن کنار ساحل که قدم میزنن همشون اینجوری هن. خیلی میتونی میگی سلام علیکم میگی سلام همچی حیثیت مثل ما نداشتن دریزا. منم الان اونجوری هم ولی پتو انداختم رو خودم معلوم نبود. فالوور جنده زیاد داری. لایو زنده ازشون بگیر ما حال کنیم. جنده ها فالوورای دوست گرامیمون بیان بالا یه حالی به این بنده خدا بدن. فعلا دمرو خفش کرده. با این فوشایی که تو دادی لایومون پخش شد دوباره بگاهی دادی بهمون. اشکالی نداره بذار پخشه بابا. مملکت خرط و خره. نوشته مادر بزرگ جنده کیری. آخه بابا کیره نداشتم تو دهن همتون با این ادبیاتتون. عزیزم نگو جنده. جنده میگی جنده میشی کیر میخوری گنده میشی. چه خبر خوبی؟ زندگی به تخم مراد هست؟ نه به تخم مراده. نمون خوبه به تخمکش نیست به تخمشه. تختانه. تو یه زن مغزتو بخرون. مغزم تو شلوارمه. مغز متوشه. عجب چه پسر مؤدبی. اونی که تو داری خرم داره اشکالی نداره همه تو شلواراشون دارن. تو دولی عزیزم هسته خرمایی از کیرت مایه نذار. گشات ننته به تخم سگی مثل تو رو پس انداخته حروم زاده. خوبه دیگه هم کس دارم هم کیر دارم. ننته اینجوری میگم. من 3 تا محصول اختراع میکنم. یکی خیاره یکی بادمجون یکی کدو تو کس ننت. نوش جونش. نوشابه خانواده هم به دردش میخوره ها. البته واسه کس گشاد ننه نوشابه خانواده یه کپسول گاز خوبه. با کلاس بودن بچه جنت آباد بودن که جواب نمیده.